مطهر پاک 14 معصوم صلوات بلندی عنایت بفرمایید. به روح مطهر پاک خانم معصومه دومی که بلندتر بفرمایید. قانون قائم آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتجلي لعباده من أفق الألباب المجلي عن مراده بمنطق السنة والكتاب الذي نزه أولياءه عن دار الغرور وسما بهم إلى أنوار السرور والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خداوند متعال هدف از خلقت رو در این آیه مبارکه بیان میکنه. میفرماد ما جن و انس رو خلق کردیم برای عبادت. عبادت یعنی کاری که رضای خدا در آن باشد و در راه خدا انجام بگیرد. چه عبادتی و چه کاری انجام دهیم که بهترین و بالاترین عبادت باشد. قرآن کریم از تقوی القلوب سخن میگوید، یعنی قلبهایی که گناه نمی کنند، همیشه یاد خداست، خدا رو در نظر دارن. یعنی اصحاب سید الشهدا مثل همچین شبی، مثل همچین ساعتی که سید الشهدا همه رو جمع کرد. تقوی القلوب مصداقش یارای سید الشهدا. قرآن کریم اشاره می کند به تقوی القلوب. من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. بهترین افراد رو ذیل این آیه مبارکه معرفی کرده و در قرآن کریم در آن مصداق برش تعیین کرده. ان الصفا والمروه من شعائر الله. اونایی که اهل تقوان و کارشون برای خداست و در راه خدا از این آیه قرآن در بیارید. واقعی که رخ داده است بین این دو کوه، یکی از وقایعی که بین این کوه رخ داده، دو کوه رخ داده، گریه یک بچه در گهواره است. وقتی حضرت ابراهیم اونها رو در اون مکان قرار داد و ترک کرد به امر الهی مکان رو، بچه گرسنه بود، تشنه شد، لذا شروع کرد به گریه کردن. مفسرین می نویسند که از تشنگی پاهاشو به هم می مالی. اون مادر فداکار حرکت کرد و بین این دو کوه رو گذرون.
خدا به احترام این حرکت مادر اینو جزء مناسک قرار داد، جزء عبادت قرار داد. خدا بعضی از افعال رو دوست دارد، علاقه دارد، و لذا خدا دوست داشت در خانه فاطمه زهرا او رو یاد کنند. قرآن کریم اشاره می کند به شعائر و کسانی که شعائر را انجام می دهند اونها رو به عنوان افراد متقی و متدین معرفی کرده. چرا؟ برای اینکه شعائر حفظ دین است. اگر دین بخواهد بماند و استمرار پیدا کند بقایش به شعائر است. لذا میگن که اگر امام حسین نباشد دین وجود نداره، دین معنا نداره. شما هر روزنه دین رو بخواید ازش بحث بکنید و در مورد اون سخن بگید باید به واقعه عاشورا رجوع کنید. نماز رو اگه نماز رو بخواید به کسی بفهمونید باید مسئله سید الشهدا باشه که در نبرد رو رها میکنند، تیرها می آیند بیایند، جان می رود برود، ولی ادای تکلیف میکنه، باید مثل نمازش رو به جا میاره. فانی در راه خداست. صبح روز نهم مثل همچین روزی از بس که سید الشهدا خسته بودن، از وقتی که آب رو بستن برای بچه ها، ایشون این بچه ها رو اداره می کردن. اون زنهایی که تاریخ میگه زیاد بودن در دشت کربلا، اونها رو اداره می کردن. یک لحظه تکیه به شمشیر کردن، خوابشون بود. بعد که دفعه زینب صدا زد برادر دشمن به خیام داره نزدیک میشه. ایشون صدا زد ابوالفضل رو، فرمود برادرم ببینید چی خواسته امام حسین، چرا خدا امام حسین رو همه اسلام قرار داده، چرا امام حسین سلام الله علیه اسوه است، چرا شاعر باید روش اصرار شود. شما ببینید از زمان ائمه روحی لهم الفدا، آقایون زمان ائمه زمان سختی بوده. این بچه‌های بنی هاشم رو لای جلز دیوار می‌گذاشتن زنده. این بچه‌های حسن و مثنا رو گذاشتن توی زندان، از بس که اینها تو زمین نمناک بودن این پاهاشون باز کرد. اومدن گفتن آقا این بچه‌ها چه گناهی کردن؟ گفت اینا رو بکشید، از بین ببرید. زمان سختی بوده، زمان امام باقر، امام صادق، امام موسی بن جعفر، امام رضا. ولی ببینید چه کردن اینها، برای اینکه این ایام رو حساب میکردن، این روزها رو حساب میکردن. فرمود برادرم برو بگو که برای چه حمله کرده اید به خیام. رفتن برگشتن گفتن نامه ای آمده است از ابن زیاد که هر وقت این نامه رسید حمله کنید و همه را از بین ببرید. چی گفته اونجا؟ فرمود برادرم گفت یک شب رخصت بگیر، من نماز رو دوست دارم، عبادت با خدا رو دوست دارم، راز و نیاز رو دوست دارم. اون شب نمیگه میخوام امورم مرتب کنم، میخوام بچه‌ام ببینم، میگه با خدا میخوام راز و نیاز کنم. و لذا خدا این شعائر رو من تقوی القلوب قرار داد. یعنی آدم خوب اگه بخواد تشخیص بدی ببین عزاداریش چقدره، محبتش به امام حسین چقدره، حرفی که میزنه، این نطقی که در مورد امام حسین میکنه چه صحبتی از او صادر میشه. آیا وجناتش و حرکاتش تقویت شعائر است
که بشه من تقوی القلوب، بعد اطلاق عبادت به او بشود یا نه. البته میدانید یأتی علی الناس زمان الصابر منهم علی دینه کالقابض علی الجمره. یه روزی میاد آنقدر سخت میشه دینداری، مثل کسی که این زغال گداخته رو به دست بگیره. چقدر سخته، چقدر مشکله. آقایون تربیت بچه ها در این زمان با این وضع موجود، غیر از در امام حسین کجا ببریش؟ غیر از حضور در این مجلس کجا ببریش؟ اسلام رسوخش در وجود این جوان معصوم کجاست؟ چه جاییست؟ چه مکانیست؟ شما که دارید میبینید این که خدا شعائر رو در قرآن کریم تعبیر ازش میکند، کسی که به شعائر اهمیت میدهد، شعائر رو انجام میدهد، این نشانه تقوای اوست. از ذیل همین آیه کریمه واقعه‌ای که بین صفا و مروه رخ داد و اون بچه‌ای که به خاطر تشنگی ناله میکرد، او پاهاشو میزد به هم، بچه امام حسین یتلظا عطشه، مثل ماهی که از آب بیرون میاندازن دهنش باز و بسته میشه. خدا آنجا چشمه ای رو ایجاد کرد، بچه رو سیراب کرد، اما در قضیه سید الشهدا این امر محقق نشد، چون خدا اراده کرده که دینش اینگونه حفظ بشه. یکی از موارد عبادت که هم قرآن کریم هم ائمه روحی لهم الفدا اون رو تأکید کرده اند، گریه است. خیلی آمدن در خانه ها رو بستن، مردم رو آزار دادن، اذیت کردن از طول بعد از شهادت امام حسین که این گریه منع شود. گریه جرم بود، محبت به اهل بیت جرم بود، کسی جرأت نداشت گریه کنن. ولی خداوند متعال اراده کرده که این عبادت باقی بمونه. در چند جای قرآن خدا به گریه اشاره کرده. یکی آنجایی که تلاوت قرآن میشد و مردم از خوف آخرت به سجده می افتادن و گریه می کردن. یکی به این گریه خدا اشاره کرده. گریه دیگری که اشاره کرده از خداوند متعال اون آیات حقی که برای نصارا خوانده می شد و اینا گریه می کردن. خدا به اون هم اشاره کرده. گروه دیگری از مردم عاشق جهاد بودن، میخواستن با پیامبر جهاد برن، اما امکان رفتن برای جهاد به خاطر اینکه تجهیزات پیامبر اکرم امکان نداشت براشون اینها رو مجهز کنن بفرستن برای جهاد. اینا گریه میکردن که چرا توفیق از اینها رفته. یه گریه‌ای هم بچه‌های یعقوب در حق یوسف کردن که به دروغ جاءوا بدم کذب، بعد شروع کردن به گریه کردن که بابا یوسف رو گرگ خورد. یه گریه دیگه هم هست در قرآن کریم که اشاره میکنن به نتیجه گریه. حتی بیضت عینا، از فراق یوسف آنقدر گریه کرد در فراق یوسف، ابیضت عیناه من الحزن فهو کظیم. از امام صادق پرسیدن آقا این یعقوب چقدر گریه کرده که چشاش نابینا شد؟ گفت مثل 70 زن که در فراق فرزندشون گریه کنن. خدا این گریه ها رو در قرآن ذکر کرده. به یکیشون کذب اطلاق کرده، همین قضیه حضرت یوسف. برادراش آمدن
و قضیه این لباس خونی را آوردند به پدر نشان دادند. پدر فرمود به پدر نشان دادند. جمله‌ای گفته است جناب یعقوب که این قابل تأمله. فصبر جمیل، پسر منو گرد برد صبر میکنم. والله المستعان علی ما تصفون، شما میگید بچه منو گرد خورده، من صبر میکنم. همین آقا، همین حضرت یعقوب ادعا کرده است فصبر جمیل، یعنی غایت صبرها. مفسرین گفتن خب حضرت یعقوب تو گریه کردی، چشمات از بین رفت، این چه صبریه؟ این آیه قرآن یه مطلبی رو میخواد برساند که گریه و جزع و بیتابی مربوط به صبر نیست. صبر امریز با سوای گریه، به الا نبی خدا از فرمان خدا تعدی نمی کند. در کربلا امام حسین به خواهرش گفت زینب مبادا گریه کنی، گریبان چاک کنی. کی گفت اینو؟ این موقعی که زنها با هم جمع بودن که زینب برای شخص من عزاداری نکنی، قضیه کربلا شخصی نشه. اما همین زینب هم گریبان چاک کرده، هم سیلی زده، هم قش کرده. کجا؟ اون جایی که این گریه و این گریبان چاک کردن و این خش زدن مربوط به دین بوده، یعنی برگشت این امر به دین است. اولا آیه قرآن گریه رو منافی با صبر نمی دارد و اسوه او یعقوب است. آنقدر گریه کرد که چشاش از بین رفت. ثانیاً گریه که اگر صورت میگیرد، یعقوب گریه کرد برای مظلومیت یه بچه، برای مظلوم گریه کرد. مفهوم گریهش رسوندن مظلومیت بود که مردم برای مظلوم عشق باید ریخت. مصداق سید الشهداست. اگر تو مجلس یزید وقتی سر برادر رو دید سیلی زد، گریبان چاک کرد، رسالش اینه که این مربوط به دین است و بازگشتش به دینه و منافاتی هم ندارد گریه کردن. لذا صبر انسان می کند، همان گونه که پیامبر اکرم در مورد ابراهیم همین رو گفت. بچهش رو وقتی دفن کرد، ابراهیم که 1 سال داشت وقتی دفن کرد گریه کرد. بهش گفتن یا رسول الله چرا گریه میکنی؟ گفت تدمع العینان، عینا اشکاش میاد، اما به خداوند متعال اشکالی وارد نیست. خدا در امرش شبهه نیست. اینها که گریه رو برای ما به ارث گذاشتن و بدانید در مورد گریه و در مورد عزاداری سید الشهدا روایات رو ببینید، هیچ مستحبی به قدر پاداش اینها وارد نشده. یحط الذنوب العظام، میگه اگر میخوای گناهان بزرگت خداوند متعال مربوط به حق الله است و خداوند متعال از تو بگذرد، برو در خانه سید الشهدا. این گریه خودش رسالته. همین پیامبر اکرم فرستاد کسی رو در جنگ بدر، گفت بروید بر من از حمزه خبر بیاورید. نفر اول رو فرستاد نیامد، نفر دوم رو فرستاد نیامد. علی ابن ابی طالب رو صدا زد، گفت علی جان من نگران حمزه‌ام، برو ببین کجاست. علی ابن ابی طالب رفت، او هم نیامد. خود پیامبر آمدن، نگاهش که به حمزه افتاد دید خواهرش داره میاد از بود. به پسر اون زن گفت برو جلوش رو بگید یه داره تأخیر بنداز که این جسد اربا رو ندید. دارد پیامبر اینقدر گریه کرد وقتی جسد رو بگید شهر فریاد زد این پیامبره.
تمام اعمال ما بازگشتش به قرآن و سنت ما. کجا باید بریم؟ فلانی و فلانی که ملاک نیست، ملاک قرآن است، ملاک نبی اعظم است. اونجا پیامبر گریه کرده، بعد نه تنها گریه کرده، به زنها امر کرد بروید در خانه جمع شوید و بر حمزه گریه کنید. این امر رسول الله است. این فاطمه زهرا، این که شب و روز گریه میکرد و اهل مدینه از گریه‌اش بیزار شدن، بعضیا نمیفهمن، بی سوادن، میگن مگه فاطمه زهرا بیکار بود؟ فاطمه زهرا رسالت الهی داشت، باید این مظلومیت بعلش رو به مردم میرسان، باید به مردم میگفت که این رسالتی رو که الان در جامعه اجرا میشود رسالت رسول خدا نیست. هیچ قدرتی نداشت به جز گریه کردن. بعد مردم که آمدن گفتن یا روز گریه کن یا شب، نه این که فاطمه زهرا از صبح تا شب گریه میکرد. بعضیا میگفتن میگویند متاسفانه به خاطر بیسوادیشون کی عبادت میکرد کی غذا میخورد. نه، یعنی فاطمه زهرا برای گریه وقت معینی نداشت. هر وقت یاد مظلومیت میافتاد، هر وقت احساس تکلیف میکرد، هر زمان از شبان روز شروع به گریه کردن میکرد و این رسالت رو رسوند تا زمان امام حسین و امام حسین کاملش کرد. شما فکر میکنید خلیفه اول و دوم چرا بعد از قضیه واقعه دار آمدن در خانه فاطمه زهرا؟ چرا ازش درخواست ملاقات کردن؟ مردم سوال میکردن مگه این دختر رسول خدا چه گناهی کرده؟ چه گناهی کرده است که باید اینجوری زجه بزنه شب و روز؟ نمیتوانستن جواب پیدا کنن. گفتن برویم بلکه فاطمه زهرا ما رو بپذیرد، برگردیم به جامعه بگیم ما رو پذیرفته. یک کاری کرده از فاطمه زهرا، یک مارکی به اینها زده است که تا روز قیامت بغض اینا تو بچه شیعه هست. گفت شما شنیدید پیامبر فرمود این دختر جگرگوشه منه؟ شنیدید پیامبر این حرف گفتن بله. گفت پس بدونید من تا روز قیامت از شما ناراحتم، شکایت شما رو پیش خدا و رسول خدا میبرم. بلند شد. فکر کنید زین العابدین این 40 سال گریه، هر وقت آب میوردن گریه، هر وقت طعام میوردن گریه میکرد. برای چی گریه میکرد؟ بهش گفتن آقا چرا غذا نمیخورد؟ تو روایت داره میگه اینقدر گریه میکرد که این غذایی که جلوش گذاشته بودن حالت این است که آب به او اضافه کردن. اینقدر زین العابدین گریه میکرد. اگه زین العابدین اون ناله ها رو نمیکرد واقعی کربلا امروز به اینجا نمیرسید، به دست من و تو نمیرسید. گریه توش رسالته. لذا خداوند متعال در مواطن مختلف از گریه یاد کرده، چون رسالت داره گریه. و لذا پیامبر اکرم در مواطن مختلف فعلی رو که انجام داده از پیامبر در مواطن مختلف قنداقه امام حسین رو گرفته گریه کرده. چرا در بقیه اولادی که بودن این کار رو انجام نداده؟ این رسالت است، برای رساندن یک رسالتی است که میخواستن به ما برسونن، ما بر طبق اون عمل کنیم، این رو برای آخرتمون ذخیره کنیم تا بشه من تقوی القلوب. این گریه‌ای که ولایه‌ها میکنن من تقوی القلوب مصداقشه. لذا تقوای الهی و کسب رضای خدا و در راه خدا کاری رو انجام دادن یک همین گریه است. این گریه باید حفظ بشود. لذا اهل بیت به هر نوع گریه ولو اظهار گریه پاداش تعیین کردن. فرمود میخواهی خانه‌ای نزد ما داشته باشی روز قیامت، گریه کن بر سید الشهدا. امام صادق بعد از نمازشون به شیعیانشون دعا کردن. فرصت نیست متاسفانه این دعا رو نوشته بودم بخوانم. میگه خدایا
اینایی که برای جد من سید الشهدا بیان به زیارتش تلاش میکنن، در راه این صورتاشون تغییر میکنه، آفتاب صورتهاشون رو تغییر میده. اینا که تلاش میکنن در این راه، خدایا اگه جونشون رو گرفتی حسابشون نرس، کاری بهشون نداشته باش، مثل حسابشون با ما باشه روز قیامت. یعنی چه؟ یعنی ما این گریه های شما رو، این حرکت های شما رو ذره ذره براتون میخواییم حساب کنیم. امام زمان سید ابن طاووس نقل میکنن که من مشغول دعا بودم، دیدم امام زمان دعا میکند برای شیعیانشون. معصوم 14 نفرند و نسبت به سایرین مثل ابوالفضل عباس، علی اکبر، حضرت زینب سلام الله علیها، اینا معصومن، ولی به مرتبه 14 معصوم نیست. این بحث مفصلی دارد، اما همه اینا معصومن، هیچ گناهی ندارن. گناه مایی، هیچ کس از ما نمیتواند ادعا کند بی گناه است. همه ما گناهکاریم و فرق ما و با اهل بیت این است که اونا رو خدا تضمین کرده و از گناه دورن، خودشون فکر گناه نمی کنن. اما فکر ما بودن که ما گناه کردیم. گفت من دیدم امام زمان در سرداب سامرا دعا می کنن و گریه می کنن. لفظش این بود، به این معنا: خدایا بعضی از شیعیان ما گناه میکنند، لأغوینهم اجمعین. خدایا از میزان اعمال من بردار، در میزان اعمال برای کیا دعا کرده امام زمان؟ برای کیا؟ برای اینکه نام جدشون رو زنده نگاه. امشب شب وزده، امشب کسی که حزن داشته باشه و ابراز علاقه کند با گریه و ضربه به خودش، این از تقوای قلبشه. زینب سر برادرش رو دیگه به صورت ضربه زده. زینب برادر رو تو اون حال دیده غش کرد. یعنی شیعیان موالین برادر من، شما در آینده باید این گونه عزاداری کنید، اون گونه یاد سید الشهدا. اومد جلو خیام، میخواد زود خداحافظی کنه بره، چون طاقت دیدار بچه ها و زینب رو نداشت. لذا صدا زد: یا زینب، یا رقیه، یا ام کلثوم، علیکن من السلام. تا صدای سید الشهدا رو شنیدن، زن و بچه همه از خیام بیرون آمدن. زینب آمد جلو، گفت برادر، گفت خواهر، خواهرم همه اینا رو به تو می سپارم. داشت صحبت میکرد، نازدانش اومد. گفت بابا از بالای مرکب بیا پایین. احترام کرد سید الشهدا. گفت بابا بنشین و من رو درجه جلو خود قرار. بابا میشه ازت خواهش کنم من رو نوازش کنی؟ اصحاب مقاتل یه نگاهی به زینب کرد، یه نگاه سوزنایی کرد که زینب جان اینو بلندش کن ببر، بابا طاقتی دیدن بچه رو نداره. حرکت کرد به سوی میدان. آماده یا نه؟ امشب شهادت یه صدای سوزناکی رو شنید، ایستاد: مهلا 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 ابن الزهرا،
کرده وصیت مادرم هنگام میدان بوسم به جایش منجرم آهسته و آهسته. گفت خواهرم مگه نگفتم وارد خیام بشو؟ گفت برادرم میری برمیگردی یا نه؟ گفت خواهرم مگر نمیبینی گفت برادرم مادرم وصیت کرده اون لحظه آخر گلوی تو رو ببوسم. جنگ نمایانی کرده ولما ضعف عن القتال آنقدر جنگ نمایانی کرد که این قدرت یواش یواش کم شد. وقف یستریح یه لحظه ایستاد استراحت کند. فرماه رجل به حجر سید الشهدا مورد عدم قرار دادن. فرماه رجل به فسال الدم علی وجهه. اصحاب مقاتل میگن خون مثل آب در نامزد جاری شد. سیدا معذرت میخوام لباسشو در بالا لیمسح الدم